بله. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. مادر جان بفرمایید. ما از کوتینه و تماس شدیم. بله. چیزی اگه چی داشته بیاد سوال داشته من وقتی من خودم بیوستم. بله. باز درباره زکات. بله. نزدیک کسی میکنم در خانه کار میکنم وظیفه میکنم خودم در این پیسه 3 لک روپیه جمع کردیم. همین زکاتش میکنم. خب. در ترکیدارم غریب است. باز نمیده بگو که زکات او قرضداری میشه نمیشه. خب یک دقیقه باش مادر جان که سوال شما خیلی مهم است. خود شما یتیمدار هستین و مطلب است که بیوه هستین. بله؟ ولی کار کرده این و زحمت کشیده این فعلا الحمدلله 3 لک افغانی دارین. بله؟ آیا 3 لک افغانی جمع کرد. خانه هم ندارین. خانه را به گرو بگیرین به خاطر رفع یک ضرورت تان. بله. بله یتیمان هم خورد خورده است. و گفتین که در اونجا یک کسی هست که محتاج است. گفتین چطور؟ یکی 7000 روپیه سرش هست. صحیح. 7000 روپیه ما دادن نمیتونه. مگه اونم قرض را ببخشم برش امی درباره کسی رکوپی و زکات شما برای نمزرایی. خب امی پول 3 لک افغانی را مادر امیر از کسب و کاری خودت پیدا کردی؟ بله. آفرین. خداوند خودت برکت بده. خب من گپا گرفتم. خب خداوند مثل مادر اما تو مادرای با همت باشن که الحمدلله از آبله کفی دست و زحمت و تکلیفش امروز 3 لک افغانی داره و تفلکاش انشاءالله امید است که اونها زندگی راحتی داشته باشن. مادر جان درست است که یعنی شما خانه ندارین ولی توانی خانه را شاید داشته باشین. به این معنا که اگر بالکل خانه ندارین با مشکل دچار هستین میتونین که از این پیستان به خاطر گرفتن یک خانه بگرو که هدفتان در اینجا یک سرپناه ثابت است نشود که خدا نخواسته این پول دزدی شود سرقت شود از پیشتان برود و مشکلات خانه و سکن باشد. میتونین که از این استفاده کنین انشاءالله. به ارتباط قرض که یک سوال بسیار خوب است و برادرها و خواهرایی که در این موقف قرار دارند باید متوجه باشند که کسی که بالای کسی قرض دارد و شخصی مقروض یا مدیون توانی پرداخت قرض ندارد آیا می تواند یا میشه امکان دارد که اینمی قرض در زکات حساب بکند؟ جواب نه خیر. به خاطر از اینکه در قرآن پاک در مسئله زکات تملیک اشاره کرده است که ما کسی را مالک بسازیم. فقیر مالکی 100 افغانی 1000 افغانی 7000 افغانی بسازیم. قضیه در گذشت از یا بخشش قرض ما در اصطلاح شریعت و خصوصا فقه ابرا میگیم. ابرای ذمه، از ذمه کسی چیز را ساقط میکنیم. ما بین تملیک و ما بین ابرا فرق است. به این خاطر بسیار خوب میشه که نمی شخص طور مثال اگر یک کسی چند پول اگر به شما میتین طور مثال 7000 افغانی برش شما میتین یا کسی دیگه میته اینمی پول ای آدم قبض میکنه به صفت زکات بالکل خلاص شد. یعنی شما زکات دادین 7000 افغانی به این زکات پس در عوض قرض به شما میته مشکلی وجود نداره انشاءالله. 7000 افغانی را شما به این آدم به صفت زکات دادین مالک شد قبض کرد پس امی مملوکه یا مقروضه با شما به صفت ادای دین می پردازد. این بهترین رای به اصطلاح انشاءالله همون جواز زکات است انشاءالله.